احتمالا خیلیاتون بعد از پایان انیمه اتک آن تایتان افسرده شده باشید و دلتون برای کاراکترها ارن و میکاسا و آرمین تنگ شده باشه و شاید دلتون بخواد که این کاراکترها رو دوباره توی قاب ببینید و تجدید خاطره کنید. و بله، بنده اینجام که تمامی اسپیناف‌های اتک رو چه انیمه و چه مانگا معرفی کنم که ببینید و درک بیشتری از دنیای اتک به دست بیارید. پس تا آخر همراه باشید که قراره تقریبا تمامی اسپیناف‌های اتک رو نام ببریم و شاید که بعضیاشون رو ندیده باشید. از اولین اسپیناف شروع می‌کنیم که بسیار معروفه و تقریبا اتک فن ها اونو دیدن. اوویه داستان لیوای. این اوویه درباره گذشته لیوای هستش و نشون میده که چجوری با اروین آشنا میشه و چه اتفاقاتی تو این مسیر براش میفته که عضو گروه شناسایی میشه. این اوویه در کل 2 قسمته و خب میشه گفت که بهترین قسمت فرعی اتک همین قسمت هستش که نمرات خوبی هم گرفته. اگه لیوای خیلی دوست دارید و آماده افسردگی هستید میتونید برید تماشا کنید. اسپیناف بعدی که به همون اندازه معروف هستش اتک آن تایتان لاست گرلز. این اوویه شامل 3 قسمت هستش، 2 تاش برای آنی و یه دونه برای میکاسا. 2 قسمت اول که راجع به آنی هستش در واقع برای بهبود کاراکتر پردازی آنی ساخته شد و با دیدنش خب میتونید کاراکتر آنی رو بیشتر درک کنید. تو این 2 قسمت آنی پی عملیات میره تا یه نفر رو پیدا کنه و خب اگه دوست دارید ببینید چه اتفاقاتی میفته میتونید برید نگاش کنید. بله، اما قسمت آخرش که راجع به میکاسا هستش یکم به توضیح بیشتری نیاز داره و میشه گفت که یکی از عجیب ترین قسمت های اتک همین قسمت هست. این یه قسمت دنیایی رو نشون میده که اصلا تایتان ها به پارادایس حمله نکردن. بله، و میکاسا داره زندگی عادیش رو میکنه و پدر مادرش همچنان زنده هست تا اینکه با ارن آشنا میشه، پسری که به رفتن به بیرون دیوارها علاقه زیادی داره. این قسمت عجیب و دارکیه و همچنین سکانس‌های پایانیش که شاید اصلا درکشون نکنید، ولی خب میتونید برید ببینید و از این جهت هم ببینید که اگه این اتفاقات میافتاد چی میشد. قسمت اوویه بعدی که به شدت قسمت سمی و خنده‌داریه اتک آن تایتان د سادن ویزیتور هستش. تو این قسمت شخصیت اصلی جانه. آره، حتی یه اوپنینگ برای جان فقط درست کردن که همون فصل 1 رو برداشتن به جای ارن جان رو کپی پیست کردن. این قسمت راجب جان و ساشا هستش که مسابقه آشپزی میدن و قسمت خنده‌داری محسوب به دلیل سکانس‌های پایانی که واقعا سمیه. نمیگم اسپویل نمیکنم، برید خودتون ببینید. اوویه بعدی ایلسز نوتبوک. این اوویه دوباره اروین و لیوای و هانجی رو بهتون نشون میده اگه علاقه دارید دوباره این 3 تا بنده خدا رو با هم ببینید. و خب این عزیزان یک یادداشت عجیبی رو از یکی از سربازهای نیروی شناسایی پیدا میکنه، یادداشتی که خاطرات ایلسه رو نشون میده و با خوندنش به چیزای جدیدی راجع به تایتان ها پی میبره. اوویه خوبی اگه دلتون واسه این بنده خدا تنگ شده میتونید برید نگاه کنید. و خب حالا میرسیم به قسمت فرعی آخر که بعدش میریم سراغ اسپینافای جدا و مانگا رو معرفی میکنم. قسمت فرعی بعدی اتک آن تایتان دیفیکالتی. تو این قسمت ارن و باقی عزیزان یه تمرین سخت رو انجام میدن که یهویی کریستا یا همون هیستوریا اون وسط دزدیده میشه و خب این عزیزان باید برن نجاتش بدن و از اونجایی که ارن و جان توی گروهن و این گاو با هم دیگه برخورد میکنن باید با هم کنار بیان و این آدم برن هیستوریا رو نجات بدن. خب حالا میرسیم به اسپینافای دیگه اتک. اسپیناف بعدی که اسپیناف طولانی با 12 قسمت و خنده‌داری هم هست و مخصوص کسایی که میخوان کلی با سبک پرودی اتک بخندن و ازش لذت ببرن، اتک آن تایتان جونیور های هستش. این اسپیناف کمدی اتک حالت چیبی داره و خب همه کاراکترها زندن، هیچ کدوم نمردن و میرن مدرسه. هر قسمتش یه رفرنس به فصل 1 داره و تمامی اون سکانس ها رو مسخره میکنه. شاید با خودتون بگید خب میرن مدرسه دیگه این آدم و خبری هم از تایتانا نیست دیگه، ولی اشتباه نکنید، تایتانا هم اینجا حضور دارن و به جای انسان‌ها غذاهای انسان‌ها رو میخوره و براشون قلدری میکنه و ارن هم طبق معمول میخواد ازشون انتقام بگیره. بله، داستان از جای شروع میشه که ارن پا میشه. آره، ارن پا میشه. چرا باز ارن باید قسمت اول پا؟ حالا با میکاسا آماده میشن تا برن و گریشا رو میبینیم که واقعا منطقیه و از تلویزیون داره اتک آن تایتان پخش میشه که اینم منطقیه. و بله، اوپنینگ رو میبینیم که عین همون فصل اوله ولی چی بیش کردن، خسته نباشن، یادش بخیر. حالا بعدش را میافتن برن مدرسه و بله بالاخره ارن همراه با یه گله آدم میرسه اونجا. خب اولین جلسهشون شروع میشه که دقیقاً قسمت دوم رو یادآوری میکنه که این کچله داره اینا رو تست میکنه و دوباره همون اتفاقات تکرار میشن، دوباره ساشا غذاشو تقسیم میکنه، خب تنبیه میشه. بعدش تایتان کلوسال یهویی حمله میکنه و غذای ارن رو میخوره و از اون موقع ارن میخواد تا انتقام غذاشو
بگیر. این اسپیناف قبل از فصل 2 پخش شده، ولی مشکل اینه که یه سری اسپویلر از فصل 2 و 3 داره که هر کس تو اون زمانا اینو دیده قطعا زمان خوبی رو سپری نکرده. اول از همه فریدا معلوم نیست دقیقاً اینجا چیکار میکنه و خب وقتی مردم همچین کاراکتری رو میبینن که هیچی ازش نمیدونن میرن سرچش میکنن و آخر میبینن که بله تایتان بنیانگذار بوده و گریشا اونو یام کرد. خب کل انیمه رو اسپویل میشه. و همچنین یه قسمت هم این سری داره که برتولت داره با آنی وسط یه جشنواره حرف میزنه و خب ماسک تایتان کلوسال رو گذاشته که اسپویله. شب با خودتون بگین خب این قبل از فصل 2 اومده، پس مانگاش حداقل باید تا اون بخشای فصل 2 و 3 اومده باشه دیگه، حداقل وسطای فصل 3. ولی اشتباه نکنید، ایسایاما حتی چپترایی هم که انیمیت نکردم پیش بینی میکنه. میگی چه جوری؟ به این تیکه نگاه بندازید، بانداژ رو صورت لیوای همه چی رو نشون میده دیگه، نیاز به صحبت نیست. خیلی خوب، حالا به اسپیناف های مانگا میرسیم. اولین اسپیناف که به شدت قوی و اطلاعات عمومی بسیاری رو به فنها میده اتک آن تایتان بیفور د فال هست. این مانگا که حدوداً 70 چپتره داستان اتک رو در 70 سال قبل نشون میده، زمانی که انسان‌ها هیچ وسیله‌ای برای دفاع نداشتن و خب اوقات افتضاحی رو میگذروندن. شخص اصلی این مانگا پسریه که از استفراغ تایتان به وجود میاد و همین باعث میشه که مردم اون رو به عنوان یه پسر تایتان ببینن و ازش متنفر بشن. تو این مانگا به صورت کامل میفهمید که چجوری دستگاه مانور سه‌بعدی به وجود اومده و مانگای خوبی برای فنای اتک هستش. اسپیناف مانگای بعدی اتک، اسپوف آن تایتان. اینجا کاراکترها دیگه خیلی چیبیان و هر چپتر داستان کوتاه خودشو داره که میتونید چیل کنید و بخونید و لذت ببرید. و فارسی هم طبیعتا نداره، ولی خب بشینید انگلیسی بخونید دیگه، چون واقعا کوتاهن و زیاد وقتتون رو نمیگیره. و خب حالا میرسیم به یه اسپینافی که نمیشه بهش گفت اسپیناف، ولی خب قرار راجبش صحبت کنیم. احتمالاً اون فریم رو از اتک یادتونه که میکاسا و آرمین استایل متفاوتی داشتن و خب تو اون بخش خاطرات گیریشا پخش شده بود. و خب آیا این دنیا خودش یه اسپیناف جدا داره که برید بخونید؟ باید بگم که هم آره و هم نه. ایسایاما اون دنیای اتک رو به صورت مانگای جدا نداده و توی ولوم های اتک آخر هر ولوم 2 صفحه از هر کدوم رو گذاشته. یعنی به جای اینکه مانگای جدا واسه این بخش بده، همه اونا رو به آخر ولوما چسبونده و توقع داره که برید هر ولوم رو نگاه کنید و 2 صفحه آخر رو بخونید. و خب واسه اینکه بخونیدش 100% حال این که برید همه ولوم ها رو چک کنید و ندارید. برای همین من یه لینک تو دیسکریپشن میذارم که توش میتونید به ترتیب راحت بخونید و از اون دنیای اتک در دنیای فعلی کاراکتر زندگی میکنن با خبر بشید. خیلی خب، اینا تمامی اسپینافای اتک بود که میتونید ببینید و شاید از دستشون داده بودید. احتمالاً این هم بدونید که ایسایاما به زودی یه مانگای دیگه هم قراره منتشر کنه که قراره راجع به گذشته یکی از کاراکترها باشه. و خب من شاید تا اون موقع زنده نباشم، واسه همین الان گفتم که خبر باشید که همچین چیزی داره میاد. امیدوارم از این ویدیو خوشتون نیومده باشه و کامنت چینی بذارید تا الگوریتم یوتیوب پاک هاتون رو کامنت نکنه. خداحافظ.